سوالی دیگر: پدر در حالت مستی به فرزندش گوید که آقت کردم، چی می شود؟ هر یک پدر در حالت مستی باشه و فرزندش آق کند، یعنی بسیاری سوال های می شود که پدرها فرزندها را در کارهای گناه دلالت می کنند. اگر همین کار تو مقصد انجام ندهی من آقت می کنم. نه خواهرها دادرای عزیز، این آق اینها آق نیست. آق به خودش شرط و شرایط دارد. برای چی من یک قصه را پیشتر حکایه میکنم؟ دوره های بگیم همان خلافت حضرت عمر بود. میگه وقتی نفر یک پدر از جاش خیست، گفت که چی میگویی در حق فرزندی که ریش پدر میقپد و در سر او با تیاق میزند؟ حکم همین فرزند چی است؟ تا حال حضرت عمر میگه جواب نداده بود که این پسر از جاش خیست. گفت حضرت گفت همون پسری را که همین پدر از او شکایت دارد همون فرزند منم از شما یک چی میپرسم؟ آیا همون چگونه ای که پدر بالای فرزند حق دارد، آیا فرزند بالای پدر حق دارد؟ گفت بله حق دارد. گفت چی حق دارد؟ گفت حقش این است که وقتی او فرزند تولد شد برای او باید عقیقه کنه، برای او نام خوب گذاره، ببینید در گوش او مقصد اذان گویه و او را گفت تعلیم علم کنه، یعنی با خالق شناسش کنه، از علم مقصد دنیا هم آگاهش کنه تا بی سواد نمانه. بعدا این جوان گفت از روزی که من چشم کشادن در عقیب گفت همین گاو و خرم، همیشه من یک گویم چوپانی میکنم یا دمردگی میکنم و نام من گفت جعلان است. جعلانش یک کیرم، نام من را کیر مانده است. میگه حضرت عمر به طرف این پدر گفت پیش از آنی که تو این فرزند آق کرده خودت آق شده ای. برای این آق چیزی عادی و حاضر نیست. آق به خودش قاعده و قانون دارد، به خودش شرط ها دارد. تا اگر همون قانون و قاعدهش نیاید فرزند آق نمی شود. و پدر و مادرها را من مصلحتم همین است فرزندها را هیچگاه آق نکنید. زیرا فرزندها در مردم ما آق بسیار قبولش سخته. بسیاری جوانها را من دیدم که دخترها را دیدم که گفت مادرامون آقمان کرده، دیگه بابای حاجی همین نمازخانی ما چی در کار؟ یا مقصد تمام ما را دنیا و آخرت ما سوخته. این فرزندا این خیلی قبول دارن. برای همین این کلمه را شما نگویید. اگر چنده که با این آق گفتن اونا آق کم نمی شود، ولی برای اونا بسیار گذراندن حیات دشوار می شود. خب سوال دیگر: مرد گوید بغیر از تو زن دیگر گیرم برای من 3 طلاق شود، حاضر باشد زنگیر شده است، این چی می شود؟ یعنی یک نفری در پیش زنش میگه اگر زنک من بغیر تو در هر وقتی در هر زمانی اگر زن بگیرم همون زن به من 3 طلاق. یعنی این یک کلمه از در کتاب طلاق کلما میگن هر وقتا هر زمان که اگر من زن بگیرم بغیر تو به من 3 طلاقه. از این لحاظ این مسئله همینه، هر گاهی که این آدم زنگیر شد حتما او زن به 3 طلاق میشه. این است راه این مسئله. سوال دیگر: من 8 سال زندگی خوب داشتم، خوشتامنم معیوب بود. نگاه میکردم تا زمانی که قیسینگلم بیوه شد به خانه آمد، خوشتامنم با قیسینگلم بسیار عذابم میتیند. از خانه 2 بار پیشون کردم، باز رفتم، اما این دفعه خانه را به نام دخترش کرد و مرا پیش کرد. من نرفتم. آیا دعای خوشتامنم مرا میگیرد؟ خب
بسیار برایم مهم است این سوال جوابش حاجی بابا گوید. خواهر عزیز، انشاءالله شما این قدر خدمتی که در حق این مادر کردین و این خواهری که بگیم دختر این زنک که وقت خانه آمد و همه کار و رنگ و همه شکل دیگرگون کرد و که امروز همین کار در این مردم ما هست، دیگر شما در اونجا یک نفر زیادی. مقصد که خانه دخترش ماندگی هیچگاه امروز یگان یاد نمیتید، یگان خیلی الله دانا از شاید باشدم خیلی کم که خانه را به نام تو کند و همه امکانیت برای تو تید. لیکن اگر در همون خانه اگر یگان حقدار باشی، البته مثال فرزندش حقدار است و اگر از اونجا شما حقی داشته باشین، حقتون صاحبی کنین، انشاءالله حق شما است. این شریعت برای شما اجازت دادگی است، برای این هیچی باقی ندارد. دعای بدی که وای میکند انشاءالله وای به زیان تو نیست، ولی تو موافق قاعده و قانونی گویم چیزی که الله هم معین کرده است، تو در او خانه هم حقدار هستی. برای همین نمی شود که یک خانه را مثال به یک نفر ببخشن خب ترا به حق کنن. لیکن در حیاتش اگر وای این خانه را دخترش تیا به نام او کنه، خیلی موافق قانون و قاعده، دیگر شما از اونجا ناحق میشین، از اونجا دیگر حق گرفتن نمیتونی. برای همین میلش هر کی بد کرده است میگه به روزی بد رسد، نیکی را نیکی و بد را بد رسد. انشاءالله تو برای خاطر این نیکیات خدا خواهر عزیز صاحب جا میشه، صاحب مکان میشه. سوال دیگری کردن دندانی گرگ در گردنت بندی درست است یا نه؟ ولی همین چیزها کم کمک رو به افزایش یافته است. یعنی دندانهای گرگ و دندانهای مثال می حیوانهای درنده و ولی دندانهای مثال حتی اشک میگیم از دو طرف می خوگوهایی که در جنگل ها و بیابانا میگرده اونها را و همین مردم مثال در دستاشون در گردناشون کشال میکنن. حیران میشه که آیا همین انسان چند قدر عقل داشته باشد؟ آیا این مقصد برای چی را در گردن مثال آویزان میکنی؟ برای چی؟ این چی معنی داره؟ این برادری عزیز، آدمی که سالم نباشد، آدمی که اگر عقلش پره نباشد، انا از امینا کار میگیرن. یک زمان تا جای همو بعض پوستای همو گرگا را گرفته مردم در گردناشون کشال میکنن که گویا که در کاراشون کشایی شد، در کاراشون مقصد یک بهبودی و پیشرفت میداده باشد. اینقدر مردمی ساده این، اینقدر مردمی بیفهمه. برای این هر کسی که این کار میکند باور کنین برای خود زن خام مرد به خدا قسم این بسیار شرمندگی است. این انسان وقتی خنده آوری این وقتی یک آدم ببینی در گردنش همین چیزا کشال باید خنده کنی یا توبه کنی که الحمدلله که خدای مهربان مقصد فهمیشی مرا رنگی فهمیش همی نکرد که یک چیزی حرامه همراه خدا میگیره میگردانم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند میدونید که زیبایی شما در چیه؟ زیبایی ما نه در گردن بنده، ببینید زیبایی ما نه در موی بلنده، زیبایی ما نه در آرایش، زیبایی ما در زبان ما هست. هرگاهی که ما اگر زبانی خوش داشته باشیم، هرگاهی که ما معامله خوب داشته باشیم، هرگاهی که دست و پای ما به آزار باشد، انا زیبایی برادر عزیز، انا حیبت، انا بهترینی مقصد اختیاری راهی که تو باید کرده باشی. برای این چیزها حرامه. از این کارها برادرها خواهرای عزیز هیچ وقت مقصد شما استفاده نبرید. سوال دیگر بابای حاجی میگن که روح مرده خانه می آید و فرزند و نزدیکاش می بیند، آیا این درست است؟ نه درست نیست. وقتی که روح ما به عالم برزخ رفت و دیگر در اختیار خودش نیست که هر زمانی که خواه مقصد پایان می شود، هر زمانی که خواه آمده خانهش خبر می گیره
گویا که زنشا میبینه، گویا فرزنداشا میدیده، گویا که مقصد اگر اینها یگان خیر احسان نکنند اینها را ملامت میکرده و دیگر. لیکن اینها یگان اساس ندارند. بعضی کتاب‌های از همین فارسی‌های ما گوینم ولی اساس شرعی ندارند که اینها مقصد خسته و خانه ما و شما آمده حال ما و شما را نظارت کنند. سوال دیگر، من زن هستم، در روسیه یک زنی تاجیک همسایه داریم که میگوید تاجیکای ما فتوای دروغ میتن. در قرآن آمده است که یک طلاق هم 3 طلاق میشود، 3 طلاق هم 1 طلاق. کسی 3 طلاق شده است میتونه نکاح کند. در عربستان همین خیل میکنند. این تا کجا حقیقت دارد؟ التماس گویید. اکو برادران و خواهرای عزیز، امروز انا بسیاری از نفرها مفتی شدگی‌اند. یعنی به معنایی که در مسئله فتوا اینقدر مقصد بی‌پرواهند. یک چیز شما دانید که من افتا بغیر علم کان اثمه علی من افتا. پیامبر میگه کسی اگر فتوای نادرست یا ضرر فتوا بر جان او است. برای همین از دادن فتوا بسیار احتیاط کنین. من قرآن خواندم، در قرآن 3 طلاق 1 طلاق، 1 طلاق 3 طلاق، بالکل این خطا است. بالکل این سخن در قرآن نیست که 3 طلاق 1 طلاق، 1 طلاق 3 طلاق. این خیلی نیست. برای همین هر کسی که یک کسی 1 طلاق قد 1 طلاق می شود، 2 طلاق قد 2 طلاق می شود، 3 طلاق قد 3 طلاق می شود. هر عددی را که به زبان بردی همون 3 طلاق گفتی 3 طلاق می شود. در عربستان در پاکستان در قورستان در کجای چیزی هست نیست. برای ما این دولت ها دلیل حجت نیست. برای ما حجت سخن قرآن، سخن پیامبر نازنین، قول مجتهدامونه که مجتهدای ما مقصد چگونه معنا کردن این سخنها را. از این لحاظ هر کس از پیش خود فتوا نتید. این سخنی کسی گفته است این سخن بالکل بی اساس است، جاهلانه است، خطا است. برای همین اگر طرف زن کسی میگه تو بر من 1 طلاق، 1 طلاق میشه. تو بر من 3 طلاق، 3 طلاق میشه. خب سوال بابای حاجی، من یک بنده گناهگارم، خودم را با دستم حرام میکنم و بسیار با خواهر و مادرم بدرفتاری میکنم. عصبم بسیار مانده شده است. ای شما بسیار خواهش دارم به من مصلحت دهید چیکار کنم و در حق بابایم دعا کنید. نو از دنیا گذشتم. اکو در قرآن برادران عزیز، انا این قرآن در دست من سوره داریم به نام مؤمنون. اینجا در این دادر ما گفته است که من به دست خودم حرام میکنم و همچنان رفتارهای خیلی زشت به مثال خواهر و نزدیکام دارم. الله در قرآن میگه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. صدق الله العظیم. 5 آیت اول این سوره مؤمنون برادران عزیز، الله مهربان میگه کدام مؤمن ها نجات مییابند؟ یکم، کسی نماز را از روی با خشوع میخواند، با تضرع میخواند، نماز به خاطر خدا میخواند. این نماز میخواند از الله میترسد. 1 2 والذین هم عن اللغو معرضون. مؤمن های پیش خداوند نجات مییابند که از هر یک نشست هایی که بیهوده است، بی معنی است، خودشان وقت کنار میگیرند. 3 والذین هم للزکات فاعلون. خدا میگن مؤمن های نجات مییابند که اونها از مالهاشون زکات میتیند. 4 والذین هم
لفروجهم حافظون. الله مهربان گفت مؤمن های نجات میابند که فرج هاشون حفظ میکنن. فرج برای همون آلت های بگیم جنسی که خامرد باشه خود زن، کدامش که اگر خداشون هم مثل که این برادر ما سوال کردن با دستاشون خودشون حرام میکنن، وقتی اگر به همین کار دست نزدی، الله در سوره مؤمنون گفت تو از زمره مؤمن های نجات یافته ای. برای همین خواهر باشد خواه دادر باشد، این کار برادران عزیز شما نکنید. این کار در شریعت حرامه، این کار در شریعت درست نیست. برای همین ولی در جناب ذهبی آورده است در کتاب کبایرش، میگد که شمس الدین ذهبی میگد روز قیامت کسانی که اگر با دستهاشون در دنیا خداشون همین خیلی حرام کردن، دستهاشون رنگی زنهایی که شکمهاشون حامله‌دار میشوند و مقصد شکمهاشون کلان میشود، دستهای اینها هم رنگ همون شکمی زنها میشود که مردم در همون میدان محشر میشناسنشون که اینها خواه خواه زنی بود که در دنیا به همین کار مبتلا بوده است. یعنی در چشم خلایق الکی الله مهربان شرمندت میکنن. برای این کار زیشته، این کار هیچ وقت نکنید. و اکنون معامله نادرسته که داری دادر عزیز، این در دست خودته. البته همیشه حرکت کن، هیچ وقت نباش از زمره برادری که در خانه است خفه باشن، ای تو ملال باشن. کاری کن که در خانه دوستت بدارن، احترامت کنن، به قدرت برسن. همین برادرای عزیز یا خواهر، همین زبانی حقارت کننده یا آزار دهنده را کی ندارد؟ آیا این کاری مشکله؟ این کار مشکل نیست، ولی رای بهبود خوبش میه که ما با فرزندامون، با خواهرامون، با اولادامون همیشه معامله خوب کنیم. هیچ وقت مقصد سخن قبیح و زشت نگوییم. انشاءالله این است خواهرها و برادرای عزیز رای حل این مسئله. سوال دیگر، شخص به نماز را به ایمان گویم گناه است؟ یعنی یک آدم نماز نمیخواند، آیا همون را از روی گویم نظر دین مان یا عقیده اهل سنت، آیا همون را میشود که بگیم این آدم بی ایمانه، این آدم کافره؟ آیا همین خیال در نسبت به نماز ما حق داریم بگیم؟ برادرای عزیز و گرامی، اولا که ما حق نداریم، نمیتونیم که آدم بی نماز بی ایمان بگیم یا کافر بگیم. حتی در عباره های گویم در کتاب های عقیده آمده است، عقیده اهل سنت میگه والکبیرة لا تخرج المؤمن من الایمان ولا تدخلوه فی الکفر. بینید میگه گناه کبیره انسان از ایمان خارج نمیکند و او را در کفر هم داخل نمیکند. برای همین هیچ گاه ما نمیتونیم که آدم نماز نمیخونه بگیم ای مقصد به ایمان، یا در یگان جا بشینیم آدم به نماز حکم به کفر کنیم. گاه میشه در موعظه و در برآمدا مقصد یکی از دهن میبراید که میگوی که مثال پیامبر گفته است که آدمی که نماز نخواند، خب بین مسلمان و بین غیر مسلمان فقط فرق نماز است، لیکن اینجا در او کفری را که در حدیث آمده است، حتی گویم خود همو شارح های حدیث میگن این کفر نعمت های، این کفر مطلق نیست. برای همین یعنی کسی نماز نخواند، نماز که نعمت های ای همی بگیم چیکار کرده است؟ کفران کردگی است، یعنی از همی چشم پوشی کرده است، ای همی نعمت خدا خودش دور گرفته است که وای باید چشم پوشی نمیکرد، باید دور نمیگرفت، بلکه پایبند نماز میشید. برای همین ما عقیده اهل سنت حق ندارد. فقط همین مذهب بگیم یا رویه خوارج، این خوارجا که خوارج اکثرا میگن همون کسانی که
از اطاعت حضرت علی روی پیچیدن که نامی خوارج گرفتن. انا خوارجا آدمی که مرتکب گناه کبیره شود، نه تنها نماز، هر گناه کبیره در که مبتلا شد در حکم به کفرش بکنند. برای این عقیده ما و شما برادر عزیز این نیست که ما آدمی بی نماز بی ایمان بگیم یا کافر بگیم. فقط وای آدمی گناهگاره و از این نعمت خداوند کفران کردگیه. بهترش همینه برادر عزیز که ماها در نسبت اونها سخنهای قبیح نگیم. ما گفتی حضرت مولوی ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. ما نه آمدیم که نفرهای را از دین ما دور کنیم و دور کنیم. ما برای آن آمدیم که مردم با پروردگار ما پیوست کنیم. انا که تو اگر بسیار اینقدر اگر مقصد مرده که خطا بغیرت مجاهد و خیلی خطا اگر آدمی دیندار بگیری، تو یک آدمی که نماز نمیخوانه او را پایبند نماز کن. یک آدمی روزه نمیگیره تو را مقصد با ماه مبارک نزدیک کن. انا انشاءالله این از غیرت ما و شما برادر عزیز. سوال دیگر میگویند که بعد از فرض نماز آیت الکرسی را خوانی قبض روح از بدنت آسان می شود. آیا این حقیقت دارد؟ ولی حدیث طبرانی هم است، حدیث نسائی هم هست برادرای عزیز که حضرت ابی امامه باهلی روایت میکنه، میگه من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلات مکتوبتی لم یمنعه من دخول الجنه الا الموت. هر کسی که پشت نماز برادر عزیز وقتی ما مثال نماز فرض ما میخوانیم از عقیبش آیت الکرسی را اگر خوانیم، اگر آیت الکرسی را خوانیم، پیامبر نازنین ما گفت که اگر به شرطی که خداوند همون روز جان همی را بگیره، یعنی مهلت حیاتش بچید، این حتما داخل جنت میشه. کسی از پشت نمازش برادر عزیز خب که اینجا در که مکتب آمده صلات مکتوبه که مقصد نمازهای فرض مانه، اگر خوانیم آیت الکرسی را که خوانیم انشاءالله همین حدیثی که پیامبر ما گفته است ما به همین موفق میشیم. لیکن این معنی را ندارد که کسایی که بعد فرض نخواندند و بعد فرض هست نمازهایی که با سنت داریم، سنت هم که خواندیم ای پشت هم که ما اگر به شرط آیت الکرسی را خوانیم انشاءالله ما در همین حدیث داخل میشیم. ولی حضرت معاذ هم پیامبرمان چی گفت؟ من تو را دوستت میدارم و وصیتم بر تو همین است که از عقیب هر یک نماز مقصد همون دعای اللهم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک را بخوان. این دوستت میدارم، همین دعا را برای تو وصیت میکنم. برای ما از همینا استفاده کنیم، یعنی از پشت نمازهامون میشود خدا خواهد در همین حدیث داخل میشیم. سوال دیگر، لباست به نماز باشد آیا طهارت نداشته باشی فراموش کنی نماز خونی چی میشود؟ نماز ای سر میخونی. کسی اگر لباسش به نماز باشد یا کسی که مقصد به شرطی که طهارت نداره و نماز خونده وقتی به یادت زد یا جای به نمازی را دیدی همون نماز را اعاده میکنی ای سر میخونی. اگر شخصی با پراتسین قرض گرفته، از شخصی با پراتسین قرض گرفتم بعد 4 یا 5 سال قرضم را دادم، $20,000 گرفتم 45,000 دلار دادم، میگوید که تا حال قرضت را نداده ای، من 2-3 مراتبه زیادتی دادم، آیا باز به این پول تیم یا نتیم؟ اکوی خیلی کسی بود از برادرای عزیز که بسیار ای دایره رحم دور بود است. وقتی 20,000 گرفتی 45,000 دادی، شما بینیم برادر عزیز 2 برابرش مقصد بردیم دادیم، تا حاضر با دعوا میکرد که مقصد ولی پول در گردن ماند است. خیلی که اولا عیبای خدا تونه که شما میرین با همین معامله ها مقصد خدا تونه گرفتار میکنین. شما میرین مثال با همین
فایزایی که همین در گردن تا میمونه شما رازگی میتین، یا اولا عیب خودتونه. شما رفتین از اونا که همین مبلغ همین فایزه که در گردن تون ماند، شما که اگر قبول نکردین خدا خواه بهترین میشه. شما با این احوال هم نمیزنین. یکی وقتی که بزیمه خودت که همین بدبختی را که قبول کردی، اکا اذیت چه میکشی، عذاب چه میکشی. برای همین این اولا که عیب خودت برادر عزیز، که به همین گناه، به همین مقصد خیلی به انصافی تو رازگی دادگی. ولی خدا دانای ممکن یگان قاعده کم نویسانده، ممکن یگان زلاگ هم گذاشته، ممکن یگان شاهید هم باشه. برای همین اکامو خود کرده را دوا نیست. بسیاری وقت شما خداتون به سر خودتان همین مشکلات آوردین. از این لحاظ اکا دیگر تا ایرا پول هم که نتی تو گناهگار نیستی. ای نگاه شریعت، ای نگاه شریعت تا علاقه مقصد گناهگار برای همون قدر دادگی تا علاقه گناهگاری دیگر دادنش قد که و او را هم بفهمون که همین قد گرفتی همین قد گناه بسته، دیگر حاجت نیست که مقصد این معامله را ما دوام تیم. این رحم انصاف تو کجا می شود؟ پیامبر میگو که من لا یرحم لا یرحم، من لم یرحم الناس لا یرحمه الله. کسی با مردم رحم نمیکنه خدا با او رحم نمیکنه. کسی رحم ندارد با او رحم کرده نمیشود. ولی یک نفر با نام اقرع ابن حابس پیش پیامبر آمد، دید که حضرت امام حسن پیامبرمون بوسه دارد. گفت که این حدیث حضرت عایشه مادرمون روایت میکنه. گفت شما فرزنداتون را بوسه میکنین؟ گفت من 10 تا فرزند دارم، تا حاضر یکی از اونا را بوسه ندادم. پیامبر گفت من چیکار کنم وقتی که خدا در قلب تو رحمت جا نداده باشه؟ یعنی تو خیلی آدمی بیرحمی. برای همین برادر عزیز، هر کی باشی نباشی، وقتی این معامله را کردی، این قدر مبلغ این مردک گرفتی، برای همینش توبه کو به سوی پروردگارت بسای. زیرا بسیار زیانی کلان در جان تو داره، در آخرت تو داره. برای همین یک ای راه رحمم استفاده برین. این مشکلات به سر بندای خدا نیارید. میتونین دستگیری کنین، میتونین مقصد خواب در یک حالتهای وزبین تامین شون کنین، میتونی قرض حسنه بتی، قرض به فایز بتی. انا این انشاءالله جوانمردی و انا این راه حل شه. خب سوال دیگه، اللهم صلی و سلم و بارک علی چی معنا دارد؟ این دعا هست برادرای عزیز. دعا میکنیم که خدای مهربان بر پیامبر، بر پیامبرمان، بر محمد صلی الله علیه و و بر آل محمد مقصد شما رحمت خودتان، درود خودتان برسانید. انمی اللهم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. همینا همین معنا را دارند. خدایا برکت و رحمت خودت بر محمد برسان، چگونه ای که همون برکت و رحمتی را که بر ابراهیم علیه السلام رسانیدی. یعنی این دعا هست. دیگر سوال، در ماه رمضان مردن چه خاصیت خوب دارد؟ خاصیت خوبیش همینه که پیامبر میگه فتحت ابواب الجنه و غلقت ابواب النار. در رمضان ما درهای دوزخ ما بنده، درهای جنت ما گشاده. برای هر یک مؤمنی که در این ماه رمضان با دهن روزدار بگیم، خب وقتی که دنیا را پدرود میگه و از روی این حدیث پیامبرمون داخل جنت میشود، زیرا که درهای دوزخش بر بالای این گونه بندگانش بسته شده. انشاءالله بسیار این مکافات بلنده. میگویند که درباره نام مفتونه در سوره قلم آمده است. این درست است و چی معنا دارد؟ خوب است یا بد؟ من در سوالهای پیشتره درباره مفتونه گپ زده بودم. یعنی در سوره قلم آمده است، ولی با مفتون، لیکن در سوره قلم به معنای مفتون چند معنا دارد. چند معنا دارد. در او سوره قلم به معنای دیوانگی آمده است.
بیایکم المفتون آمده است فستبصروا و یبصرون بیایکم المفتون. این خداوند نسبت می‌دهد ببینید که کدام از شما دیوانه است. یعنی محمد دیوانه نیست. یعنی الله اینجا معرفی کرد که اونها مشرکان محمد دیوانه میگفتند. خدا گفت این دیوانه نیست. برای این مفتون به معنای دیوانگی می آید. یعنی چند معنا میاد. یعنی وقتی یک آدم از زیبایی خودت مفتون میکنی یا بین از زبان شیرینت مفتونش میکنی. برای این مفتون به معنای اینم آمدگی است که یک آدم با زیبایی و با قد و قامتت وقتی تو را مفتونش میکنی، یعنی او را عاشقش میکنی، او را مقصد شیفته خودت میکنی. به این معنا هم خواهرای عزیز آمدگیه. نماز تسبیح را با جماعت خوانده میشود؟ نه. نمازهای تسبیح را که از زمره نمازهای نافله است این را جماعت نمیکنند. بابای حاجی این سوال رو هیچ کس جواب عمیقش نداد. با شما باوری دارم شخص خودش رو میکشد و بعد میفهمد که به خاطر قرضدار بودنش خودکشی کرده است. احوال این شخص چی میشه در قیامت؟ و احوال شخصی که قرضش رو با پرسنت میخواهد چی از؟ خواهش میکنم با پررگی جواب گویید. درباره کسانی که برادران عزیز و خواهران عزیز که من به نزدیکی خواندم، یک در کدام مجله خواندم یا در کدام برنامه خواندم که کم کم خودکشی بسیار شده است. ولی شما ببینید مؤمن برادران عزیز بسیار یک اسلحه با قوت دارد که او ایمانه. باید ما از این اسلحه کار بگیریم. زندگی به خودش میگه زندگی آینه بیش و کمیست، هر شب در آسمان ستاره نیست. زندگی به خودش بسیار مشکلات ها داره، برای همین بسیار سختی ها داره. ولی وقتی که سختی و مشکلات بالا من آمد معنای او را ندارد که من در حال دست به خودکشی بزنم که مرا دیگه مقصد زورم به زندگی نمیرسد، یا قرض را برای بهبود زندگیم گرفتم تا جایی که برای قرض ادا کردنش مهنت کشم، زحمت کنم، راه ها بیاوم، مقصد خود من نابود کنم. اینها راه حلی مقصد در شریعت خودکشی بسیار گناه بزرگه. ولی من اینجا در چند حدیث های را دیدم برادرای عزیز و گرامی که الله مهربان در سوره نساء آیت 29 چی میگه؟ میگه ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بكم رحیما. مثال خدا تا نکشید میگه، همان خدا با شما مهربانه. آخه این ولا تقتلوا انفسکم، شما هیچگاه به دست خودتون خداتون نابود نکنین. ان الله کان بكم رحیما. آخه من اینقدر الله میگه به شما مهربانم، چرا شما خداتون به دست خودتون نابود میکنین؟ حدیث دیگری که حدیث متفق علیه است، هم بخاری و هم مسلم میارد، میگه کان فی من قبلکم رجل به جرح فاخذ سکینا فهز بها یده فما رقا الدم حتى مات فقال الله بادرنی عبدی بنفسه فحرمت علیه الجنه. برادر عزیز ببینین، میگه یک نفر از امت پیغمبرای پیشین یک زخمی شید، ممکن در یگان غزوه اشتراک کرده زخمی شید. بعد میگه از زخمش میگه بسیار رنج برد. یعنی وقتی که در میدان زخمی شید، زخمی کارد خورد، بسیار جای زخمش میسوخت، بسیار جای زخمش درد میکرد. دیگر مقصد قوتی برداشتی همو درد نکرد. بعد چی کار کرد؟ بعد میگه گرفت، میگه یک کارچه را گرفت و میگه بعد کجاش تا زد؟ میگه رگی دستش را زد. بعد میگه کاردی را میگه با شاهرگی دستش میگه زد. یعنی همین رگهایی که در دستش همینجا را برید. به خاطر چی؟ به خاطری که خون رفتن گیره و من تیزتر همین درد خلاص شم و مقصد به هلاکت رسم. میگه خدای مهربان گفت که پیش از آنی که من این بنده ما جانش بگیرم
این از من پیش دستی کرد، یعنی این دست به خودکشی زد. بعد خدای مهربان چیش گفته است؟ گفته است که فحرمت علیه الجنه، بدان که من بر این کاری که تو به سر خود آوردی من جنت برای تو حرام گردانیدم. یعنی برای خودکش برادرای عزیز و گرامی هیچگاه مقصد الله در جنت جای ندارد. اینجا حدیث دیگری را خواندم، حدیث متفق علیه است. میگه که ببینید من ترد من جبل فقتل نفسه فهو فی نار جهنم یترد فیها خالدا مخلدا فیها. میگه یک نفر خودش از بلندی، ای بلندی میبراید و ای کوه بلند و همین زندگی زورش میاد. یا بسیاری بچه‌ها و دخترکای ما ای پشت این که مرا فلانی دختر ندادن یا فلانی بچه را ندادن یا یک دیگر را مقصد اولی پیش زن شوهر شدن باید دیگر نزدیکی میکنن. بعد بچه میگه من ترا نمیگیرم، دختر مجبور میشود که من شرمندگی خلاص شم. بعد رفته خداشون مقصد به همین حالت ها میارن. بین پیامبر میگه یک نفری میگه از بلندی میگه خودش پرتاف. جزای این میگه چیه؟ جزای این است خدا جهنمش میبرد، دوزخش میبرد و همو شرایطی که در دنیا داشت، همو کوهی بلند، همو کوهی بلند خدا در همو دوزخ آماده میکنه و هر زمان از همو بالا میبراید خودش میپرتاید، کشته میشود، مقصد هلاک میشود، همو عذاب و اذیت میکشه، با زندش میکنه، با بالای کوه میبراید، با میپرتاید تا روز قیامت. میگه عذاب این همونه که میپرتاید، زنده میآید، هلاک میشود، با مقصد از سر اینا با زندش میکنن. خدا پرده کنه چقدر مشکلات هست. دیگر با در دامش گفت دیگری گفت و نفری گفت زهر می نوشه. من حدیث متنش نخوانم. میگه زهر می نوشه، دارو میخوره به خاطری که هلاک شم، این هم داخل جهنم میشود. همین دارو را خدا در پیشش میمونه، هر زمان میخورد، هلاک میشود، با زندش میکنه، همین کار تکرار میشود. نفر سیمش گفت خب نفر سیمش هم با برنده، یعنی با همو گویم در دستش بودگی چیزی تیز چیزی باشد، کارده چیزی باشد، با او وقتی که خودش نابود میکند همین را خداوند همین شرایط مهیا میکند در دوزخ، همون کارده میتشه، همین خیلی بریده هلاک میشود، با زندش میکند. زین لحاظ خواهری دادری این کار نکن برادر عزیز و گرامی ما که این بسیار گناهش عظیم است، بسیار گناهش بزرگ است. ولی برای نفرهایی که مقصد گفتیم یعنی ای شما بسیار فایزهای کلان طلب میکنن، من پیشتر در سوال و جواب برای اینها گفتم. فقط این قدر میگم که المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی. مسلمان کسی هست که ای دست و ای زبانش باید آزار نیابیم. اینجا در انشاءالله من سوال و جواب قطع میکنم و خدا خواهد در اینجا سوال های بینیاد زیاده، کمتر مانده شدم، خسته شدم. خدا خواهد باز نصیب باشد بعد یک مدت باز ما سوال و جواب باز پره میکنیم. خدا خواهد در روزهای با نزدیک برای شما یعنی از طریق این شبکه سوال و جواب های با رقم های نوی که هستند بیرون می شود. خدا خواهد سوالاتون گوش کنین، جواباش هم انشاءالله گوش اندازین و در حق ما هم شما دعاگو باشین، ما هم در حق شما دعاگو هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.